بزرگی هست که دیدنش حتی برای انسان راحت بخشنده و آرامی بخشنده. انسان یک فرزند داره قدر فرزند نمیدونه، شخصیت نداره میسوزه، در حسرت پیش طبیب و ملا و مزار و خور و گور میگرده که خداوند یک گوشپارم بتیه، نمیگه دخته یا بچه. خداوند یک فرزند بتیه اما نداره. نعمت فرزندم شکرانه شه و فرزند در راه خدا بخشیده. حضرت امام غزالی یک قصه داره در کتاب مکاشفت القلوبش، میگه در یک دور زمان یک پیرمرد پیرزن در سیم پیران سالی شد، خداوند یک بچه شو داد، یک فرزند شو داد، تنها یک فرزندش به 7 سالگی و 8 سالگی شاید 9 سالگی رسید. میگه این پیرمرد پیرزن نصیحت کردن، گفتن ای زن، اوش گفت ای مرد، این فرزند برای ما خدا داده است، این صاحبش خچه، در حقیقت مالکی اصلی خداست، این امانت چند روزه دست ماست. گویا الله داده است، ما حقش هم یکی را در راه خودش ببخشی. ای باید قاری شوه، ای باید عالم شوه، ای باید در راه خدا خدمت کنه، حقش هم یه مصلحت آمده کردن. میگه با خلاصه اومدن پیرمرد میگه فرزند گرفت، یک هفته اینه سفر برآمد، میگه نزد یک عالمش برد، نزد یک عالمش برد. عالم گفت که ای حضرت ما یگانه فرزند داره، دیگه هیچی نداره، بود امیر قبول که تعلیم تربیتش که تایی که عالم شوه و در راه خدا خدمتگار شوه. میگه عالم قبولش کرد. 7 سال در نزد عالم خون میگه، ای روی دور بدن ره شرایط نبودن. میگه این شخصیت جوان، میگه این کودک نزد پدر و مادرش اومده نتونست. بعد 7 سال میگه یک شب خواب دید که پدر و مادرش در یک حالت مشقت و مشکلی و ازبینی هستن. سحر شد میگه بیخود غمگین خجالت، من نزد استادش اومد، استاد گفت من اجازه پدر و مادر ما خبرگیری برام، بسیار خوابی وزمین دیدم شو، خوابی بیزیر دیدم شو، اجازت کرد. میگه یه هفته اینا سفر چیکار کرد؟ برای زیارت خبرگیری پدر و مادرش. وقتی امان میگه شب در خانه شو رسید، بارون بود، در پسی در محکم در زد. میگه پدرش ای همه موندگی بود، یک جاگگی خواب ره گشته نمیتونست. مادرش به دست پا به شکم ره میگشت، چو خیسته نمیتونست. میگه به دست پا خشه بازی در آورد، فریاد کرد گفت کی هستی که در ما مظلوما و ما ای همه موندگی ها را میزنی؟ میگه بچه گفت که ای آچه جا، ما فرزند بچه تونم گفت در اولی که زیارت اومدم، خبرگیریت اومدم. میگه زن این مادر چی جواب گفت؟ ما فرزند نداریم. گفت ما یک بچه داشتیم، ما را در خدا بخشیدیم، هر چیزی را که در خدا بخشیدیم عقیب نمیگیریمش. کدمی هستی گفت پس کارشه، برا در آخت، برا در پس کارت برا تا سحر. میگه شخصیت در پسی در گریه کرشیشت. سحر شد در شوی کردن، در مدید که پدر و مادر همه موندگی محتاج خدمت فرزندن، ای همه موندگی هم. گفت من نمیرم دیگه درس، مثل شما را خدمت بینم، بعد رضای خدا خدمت شما های، رضای شما های. میگه اینها چی گفتن؟ گفتن که اگر رضاگی ما و رضاگی خدا را بخواهی برای درس دوام بدی، برای درس دوام بدی، تو باید در راه خدا خدمت کنی. این شخصیت گفت نه نمیرم. گفت نرای، اگر قهر و غضب خدا و ناراضگی ما را بخواهی بسنجه. گفت علاج نیافت. سفر برآمد، نزد استادش رفت، پدر و مادر مردن، از دنیا گذشتن، دیگه ندید شد. حضرت امام غزالی میگه ببینه که پدر و مادر که به او فرزند محتاج بودن قبولش نکردن، گفتن ما ای الله قبول کردیم، با در الله بخشیدگی. اگر هر کدوم فرزندار عالم کرده، فرزندار تعلیم داده، ادب و اخلاق خوبشو آموخته، در روز قیامت خداوند در سر شما یک تاج از نور میمونه، در تختهای نور شما را میشنانه. اهل محشر میدیدن میگفتن اینا پیغمبرها هستن، ملائکه میگفتن نه اینا پیغمبرها نیستن، اینا اولیاءها هستن، اینا شهیدها هستن، اینا صالحها هستن. میگفتن نه، علی یکه خداوند قدر عزت داده است. میگفتن که اینا پدر و مادر یک عالم است، فرزندش رو خوب کرده. فرزند نعمت الله های، وقتی قبول کردی در راه خودش بخشیدش، خدمتگار راه خودش گردوندش، برای تو هم در دنیا نعمت میشه و هم در آخرت. فرزندی خوب باغ پدر، فرزندی بد داغ پدر. فرزند خوب باشه باغ میشه، فرزند پدر در همه در هر جایی که باشه چیکار میکنه؟ نو رحمت میشنه و خوبی میشنه.
وقتی هر کدومون فرزندمون فرض کنیم مثال بگیریم که بچه اکای هاشم جان، بچه اکای ارچوک، بچه این اکم در فلان جا قرائت خوب کرد، این شخصیت ها را سرشوی عرش بالا میشه که بچه من قرائت کرده جمعیت، مردم تعریفش دارن. نه که بگن که بچه در فلان جا مسته، بچه فلان کاری گناه کرده است، اگه زمین بکفه و نابود شد. برای چی فرزند بعد داغ میشه، پدر هم در دنیا آزار میده، در روز آخرت خداوند حکم میگرده که این بچه که گناهگار دوزختش ببره، این بچه میگه که پروردگار من راضی نیست من دوزخ رفتم. میگه برای چی آخی؟ میگه تا پدرم دوزخ نبری من راضی نمیشم. برای چی؟ برای که پدرم در دنیا من سر راه من نگیر. اینجا عیبی پدر من تا آخر نمیرم دوزخ، پدر من همراهی ببره، پدر من ای راه زد، پدر سر راهی من نگیر، پدرم غمی من نخور. باید این نعمت هایی که پروردگار برای ما داده، چی فرزند باشه، چی مال باشه، چی تنی سعد باشه، بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده از نعمت سراسر. اگر هر سنه نگاه کنی نعمت خدا میبینی. آیا خودت سوال بودی که امروز چی عبادتی خوب کرده که قدر برای تو منت گذاشت، در پیش درخت است میگه هر چیزی میخواهی بخور، هر چیز در کدومی تو محنت کرده بودی. این منت خداونده، این نعمت پروردگاره، بخور هر چیزی میخواهی بخور. این نعمت شکر میخواهد برابرش. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. در روز قیامت ای چیز خداوند میپرسد، تنی ساعت داده، دو چشم روشنی بینا کی بخشی، زبان شیرینی گویا کی بخشی. چشمی وزیر کی داده، زبان گویا کی داده، دو دست داد، دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گویی الله. خیال میگه پام داده است که پگاهی بخیز بازار سودا برای، پام داده است که برای دکومنتات کارات بود کنی. پا برای چه؟ برای به خدا قریب شدن. زبان برای چه؟ برای الله گفتن، برای غیبت و تهمت و منت و طعنه و دیگه نیست. زبان برای الله گفتن، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. زبان بهترین نعمت. اگر ای زبان این لحظه نگاه کنه که وقتی ای زبان او چیزی که خودش دوست می‌داره بیرون شده است، امر معروف، گفته خدا و پیغمبر، آیت حدیث، ای زبان بیرون شده، همه آرامه، یگان کس ناراحت نشده در مجلس، اما گوش داره. خدای نخواسته ای زبان اگر یک گپی دغلت، یک گپی ناجا بیرون شده، همه ناراحت میشه. زبان زیبش چیه؟ شکرانه زبان چیه؟ ذکر یاد الله، تلاوت قرآن، امر معروف و نهی منکر. هر نعمتی که الله داده است او را در راه الله اگر استفاده برده، در راه خدا بخشیدی، اون نعمت سبب خوشبختی و سربلندی تو میشه. هر چیزی که الله برای تو بخشیده است، چی مال باشه، چی فرزند باشه، چی دنیا باشه، چی تنی سعد باشه، اینها سبب هایی هستند که ای روی اینها تو میتونی که به خدا برسی، به خدا قریب و نزدیک شی، اگر موافق گفته الله استفاده شون بود. هر یک کدوم ما و شما برادرای عزیز بزرگوار نعمت‌های پروردگار را در راه خود صرف کنیم، حرکت کنیم که کفران نعمت نکنیم. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پروردگار میگه من یاد کنه، من فراموش نکنه. یاد الله، یاد هر شخصیت، یاد خودش. اگر الله فراموش کردی تو خود فراموش کردگی. باید که ما و شما برادر عزیز میگه پروردگار که شکرانه نعمت‌های من به جا بیاره و کفران نعمت نکنه. کفران نعمت چیه؟ ای الله نعمت قبول می‌کنه و شیطان میبخشه. الله تنی سعادت داده است میره گناه می‌کنه. الله مال داده است، مال در راه حرام و زنا صرف می‌کنه. عرق خوری و در دیگه کارهای بد صرف می‌کنه. کفران نعمت همیه. برادرای عزیز بزرگوار، این نعمت‌هایی که خداوند برای ما داده است اینا را به گنج خریده نمیشه. باید که شکرانشون را به جا بیاریم. موافق گفته الله اینها را استفاده ببریم. بنده خوب باشی، نباشی بنده نوک زبانی که تا در نار دوزخ در نمانی. چی کاری کن که آنجا کار آید، چی نقده که در آن بازار آید. ما امروز یک کاری کنیم که فقط در نزد خداوند به کار بیاید. این عملهایی که چی ای معصیت، گناه و خیانت، دروغ و
امروز درد جمعیتی ما شده است، اینها دردی سری ما هم در روز قیامت. جوابشون گفته نمیتونیم. حرکت کنیم، آیسته آیسته خودمون تبابت کنیم. اگر انسان دردمند باشه، وقتی من اومدم شدم در حقیقتی یکم هر ما هم دردیم، ای دردامو سر کرده. انسان دردمند درد چه میگه؟ چون که طاقت نداره باید بگه. انسان وقتی دردمند باشه باید در فکر تبابش باشه. اگر تبابت نکردی درد تر هلاک مینه. دروغگویی که امروز در جمعیت ما ای درد جامعه بیادره عزیز. دروغ رزق انسان تنگ مینه. دروغ زندگی انسان بینور میگردونه. برنج درد داغی دنیا و آخرت انسان مبتلا میکنه. یا یکی بد نیتی، بد فکری، بد بینی، بد گمانی، غیبت و تهمت و منت و طعنه و دیگه نوع بدی هایی که امروز در حیات ما مسلمان ها پیدا شده. خداوند در قرآن میگه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای شما امت محمد در رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک عبرتگاه خوبه. خودتون با محمد شما مانند کنه، محمد گونه باشه. شاخه از شاخزار مصطفی، گل شو از باغ و بهار مصطفی. از بهارش رنگ و بو باید گرفت، بهره از خلق او باید گرفت. باید هر یک امت محمد گونه باشه. جناب پیغمبر با 5 صفت نیکی و خوبی یاد میکردن. متاسفانه امروز دما امت این 5 صفت یافته نمیشود. برعکسی دیگه. محمدی امین، محمدی صادق، محمدی طاهر، محمدی رحیم، محمدی حکیم. محمدی امین، امانت نگهدار، ناخیانتگر. امروز ما امت خیانتکار شده. حتی برادر دوست دیگه باورت نمینه. به حالتی رسته که دوست برادر تا میگه یکم نمیتونیش برای نمیتونی، جورا من نمیتونی برای کارش میفرمه، ویرونش مینه، جزیرش مینه. همان چیز ما گرفته دیگه جای میگه شکستمش. محمد حتی حالتی که اومدن قصد کشتنش داشتن، گرد حجرش محکم کردن، احاطه کردن، باید میدرمدن میکشتنش. خداوند جبرائیل رای کرد گفت برای محمد بگوی مکه ورای که بدبختا کشتنیشن، قصد کشتنش دارن. در کنجی خونش مالهای اون مشرکا و یهودی ها تل زدگی بود. میگفتن که محمد تا امانت نگهدار مالهای ما در نزدی تو بیستن. چی گفت؟ علی جبیا. حضرت علی فریاد کرد این مالا ایش ای فلانیه، ایش ای فلانیه، ایش ای فلانیه. گفت بعدی رفتن من در صاحب شد. خیانت نشود و دشمناش خیانت نکرد. محمدی صادق، راستگو، یکون لحظه درو نگو. خداوند قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. یگان چیز ای پیش خودش ای خواهشاتش نمیگو. هر چیزی که حکم و قانون پروردگار وحی میشد اونها را برای مردم میگفت. یگان بار ای زبانش گپی بد نبراورد. محمدی طاهر، پاکیزه، یگان لحظه گناه نکرد، یگان لحظه خچ آلوده نکرد. وقتی دعوت پیغمبری کرد تمامی مشرکا هرچند حرکت کردن ای راهش گردوندش نتونستن. و خلاصه اومدن نزد ابو طالب عمکیش اومدن گفتن برا نزد او فرزندی برادر بگو مقصد ای دعوت پیغمبرش اگر رئیسی باشه رئیسی مکش میمونه. اگر بایگری و دنیاداری بخواه جمع بینیم بایترین مو میگردونیمش. زن با بزیدترین روش بگرده. این دینی بابی و اجداد نایبای نبره. ابو طالب یا محمد صلی الله علیه وسلم این سردارهای مکه اومدن برای تو این پیشنهاد اگر بخواهی بایترینت میگردونن، زن بخواهی دخترای بزیدترینشون میتیند، رئیسی